چرا از رها کردن رابطه صمیمی میترسیم؟ 3 minutes in a box of fire. برای کالبد کافی این مسئله میریم سراغ سریال سیلو یا سایلو که فصل سومش تازه منتشر شده و توی کانال تلگرامی من گذاشتمش. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید چون قراره خیلی فیلم و سریال بر اساس روانشناسی رابطه اینجا تحلیل کنم براتون. چیزی که سیلو رو جذاب میکنه فقط فضای علمی تخیلی و معمایش نیست. این سریال یه استعاره خیلی دقیق از رابطه‌ایه که آدم توش خفه میشه ولی باز جرأت بیرون اومدن نداره. ساکنای سیلو میدونن جایی که توشن پر از کنترل، پر از ترس، پر از دروغ، پر از فشار روانیه، اما چون بیرون براشون ناشناخته است موندن توی همون محیط آشنا رو ترجیح میدن. توی رابطه صمیمی هم دقیقاً همین اتفاق میفته. آدم با خودش میگه حداقل من اینو میشناسم، حتی اگه همون آدم هر روز اعتماد به نفسش، آرامشش و هویتش رو تیکه تیکه کنه. از نظر روانشناسی موندن توی یه رابطه مخرب معمولاً از 3 تا تله اصلی میاد: ترس از تنهایی، وابستگی متقابل و امید واهی به تغییر. یعنی طرف هویتش رو اونقدر به پارتنرش گره زده که فکر میکنه بدون اون نمیتونه دیگه زندگی کنه. از اون طرف چرخه آسیب، عذرخواهی، چند روز آرامش، دوباره آسیب، یه پیوند تروماتیک میسازه تو زندگی طرف. یعنی همون جایی که تو منتظر نسخه خوب و ایدئال آدمی میمونی که در واقعیت مدام داره بهت آسیب میزنه. توی فصل اول سیلو اون ایده تمیز کردن خیلی شبیه همینه. انگار آدم میخواد تصویر رابطه رو از بیرون خوب نگه داره، بدیهای پارتنرش رو توجیه کنه و نذاره خودش و بقیه واقعیت رو کامل ببینن. سیستم سیلو هم با ترس، گناه و بی‌اعتماد کردن آدما به خودشون کنترلشون میکنه. درست مثل یه رابطه کنترلگر که کم کم قدرت تصمیم گیری رو ازت میگیره. توی فصل دوم سریال سیلو ماجرا عمیق‌تر میشه. جولیت وقتی با واقعیت بیرون روبرو میشه فقط با یه حقیقت ساده طرف نیست، با فرو ریختن کل باورهای قبلیش مواجه میشه. این دقیقاً شبیه لحظه‌ایه که یه نفر بعد از مدت‌ها میفهمه رابطه‌ای که توش بوده عشق نبوده، وابستگی و ترس بوده. برای همین ذهن اول مقاومت میکنه، انکار میکنه، سوگواری میکنه و تازه بعدش میرسه به پذیرش. داخل سیلو هم آدما با اینکه شرایط سمیه، باز دلشون میخواد برگردن به همون امنیت آشنا. چون مغز وقتی تحت استرسه گاهی امنیت رو به آزادی ترجیح میده. ولی مسیر جولیت نشون میده خروج از سیلو چه توی سریال چه توی رابطه فقط با فرار اتفاق نمیفته. باید با تروما، ترس، وابستگی و اون صدای درونی که میگه بیرون بدتره روبرو بشی. برای همین سیلو فقط یه سریال علمی تخیلی نیست، یه آینه است برای اینکه بفهمیم چرا بعضی وقتا قفسی که میشناسیم از آزادی که نمیشناسیم برامون امن‌تر به نظر میرسه. همین دوستان، اگه گرفتید چی گفتم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، چون اینجا قرار رابطه‌های مدرن، ترسامون، وابستگیامون و انتخابای احساسیمون رو هم از دل زندگی واقعی بررسی کنیم، هم از دل سینما و سریال. بدون شعار، بدون قضاوت، واقعی و امروزی. مخلص. You try to open the door again, and I'm gonna kill you.